سفر گذشته ما درباره نمایش‌های در مسکو نشان داده شده نقل کردیم و من میخوام در خصوص اوتلو اندک سخن رانم. سال 1939 تئاتر به نام لاهوتی بار اول با ایجادیات مشهورترین و بزرگترین درامانویس انگلیا ویلیام شکسپیر مراجعت کرد. اثر اوتلو او با زبان تاجیکی از جانب لاهوتی و سیسیلیا بانو از اصل اثر با زبان تاجیکی ترجمه شد و ترجمه عالی جناب بود، بسیار عالی جناب بود و تئاتر دور و دراز در بالای این اثر زحمت کشید و نشان داد و این سپکتاکل باز در عرفه تیاری به دهه صنعت تاجیک در مسکو صیقل گردید، سپس نشان داده شد و آن روزهایی که در مسکو نشان داده شده بود مطبوعات پایتخت درباره این اثری نشان داده شده بسیار بهای بلند دادند. در حقیقت اوتلو گفتن ممکن است که برای ما یک دنیای نو را گشاد. اثرهای مرکب، اثرهای برجسته همیشه برای هنرپیشگان یک مواد نو پیشنهاد میکنند. برای صیقل دادن هنر آنها مواد میدهند، امکان میدهند که اکتور هنر خودش را نشان دهد. پیسه های و فاجعه های و مسحکه های شکسپیر نهایت با مهارت بلند آفریده شدند و برای کشادن هنر اکتور در حقیقت امکانیت وسیع مهیا میکنند و گفتن ممکن است که اکتورهای تاجیک قدرت صنعت فاجعه‌ای خود را در همین اوتلو نشان داده توانستند. اوتلو آبروی تئاتری به نام لاوتلو خیلی برداشت. بار اول از صحنه ما نطق نهایت شیرین زبان تاجیک شنیدیم چون که متن بسیار بای بود. بار اول ما فهمیدیم که باطن انسان چقدر مرکب بوده است. آن زهرهایی که چکره قهرمان منفی یاگو به گوش اوتلو به گوش عرب که وی دیزدیمون نزدی دست و خاندار شده است، آن چکرهای زهری که وی میریزد دنیای جهانبینی اوتلو را چپه و راسته میکند. آخر اوتلو به دختر دل بسته بود که این دختر بسیار پاکتینت، بسیار پاکسریش بود و نخواد که همین گونه خانم او همسر با وفای وی در حق وی بی وفایی کرده باشد. من همین درد و علم، من همین اندیشه ها تمام وجود او به لرزه می درارند و دو اکتور زبردست ما امیر کریم سعید و هم محمد جان قاسموف عالم مرکب همین عرب را نشان داده توانستند و وقتی که در مسکو محمد جان قاسموف خودش تنها بازی میگرد چون که سال 40 امیر کریم سعید وفات کرد و اکتورهای روس با یک آواز گفتند که در بین ما یک اکتور نوی فاجعه‌ای تاجیک محمد جان قاسموف پیدا شده است و در حقیقت همه اشتراک کننده های این سپکتاکل برای هنر کامل خود مبارزه بردند و نشان داده توانستند که اثر مرکب برای آنها مانع نیست بلکه یک سبب گردیده است که هنر آنها را کشاده توانسته است و میتلمن از سبق خود خرسند شده سال 47 با دوم اثر شکسپیر رومیو و جولیت مراجعت کرد
لیکن قهرمان های رومیو و جولیت اینها بسیار جوان هستند. رومیو آخر 17-18 ساله، جولیت 14 ساله، 15 ساله یا 16 ساله، بسیار جوان هستند. اینها همدیگر را نغزیدین، لیکن آنها از دو طبقه تماما گوناگون، از دو قبیله های تماما گوناگون می باشند. منطقه و هم کپولیت می باشند. این قبیله ها با همدیگر دشمن قتالند، ضد هستند، یا دیگر را دیده نمی توانند. هر روز در بین خدمتگارها حتی جنجال برمیخیزد. هر روز در میدان کسی را قتل میکنند، میکشند. همین خیلی حادثه ها روی داده است. اما این دو جوان به همدیگر دل بستند و آنها روستی رفته در کلیسا آنها نکاح میبندند، عقد نکاح میکنند و زن و شوهر میشوند. خلاصه دشواری های زیادی در سر راه آنها برمیخیزد و اینها برای بخت خودشان، برای عشق خودشان مبارزه میبرند. برای اجرا نمودن نقش رومیو در تئاتر اکتور یافت نشد و خوشبختانه سال 1946 روزهای از نظر گذرانی صنعت پامیر در صحنه تئاتر خاروق که دو سپکتاکل را در دوشنبه نشان داده بود، گناهکاران بیگناه و هم قشلاق طلایی، میتلمن یک جوان را تایی چشم کرد و علی نظر خوجایف بود. من همین جوان با وی معقول شده است و این جوان را در آغاز سال 47 از تئاتر خاروق دعوت کرد و قریب 1 سال با وی مشق نبود. از چوب هم صدا میبرامد از گویان گفتگی برین از همین جوانی که نه معلوماتی خوب تئاتری داشت، نه معلومات خوب میانه داشت، یک اکتور زبردست ساخته توانست. همه این مشقت بود. مشقها شب و روز دوام میکردن. تئاتر با استراحت میرفت، اما میتلمن همراه حجایف کار میکرد و در نتیجه سال 1947 1 اکتبر این نمایش نشان داده شد. خیلی علی نظر خوجایف خرابکک خوب بزیب و برای رومیو بسیار مناسب می آید، اما توی بای و این 34 ساله برای این رول علاکه وزنینی میکرد، علاکه سن سالش به زبان آمدگی بود، لیکن هنر اکتریس چنان سایقل یافته بود، چنان وی ناز کار کرده بود که در صحنه اگر چندی حس کنید هم که وی دختر کلانسین می نماید، لیکن در وقت روش سپکتاکل، در وقت سخنرانی های و حرکت های و دنیای باطنی قهرمان را کشادن حس می شود که این دختر چه هست، حالا نورس می باشد، حالا برای عشقش حتی تجربه ندارد. من همین طور گفتن ممکن است که سپکتاکل رومیو و جولیت شکسپیر که 400 سال پیش نوشته شده است، مثل لیلی و مجنون و طاهر زهرای و دیگر کامدی و مدن و دیگر داستانهای عشقی رومانتیکی ما گفتم ممکن است که یک اثر ملی خود گردید، چون که اکتورها و تئاتر جهان باطنی قهرمان ها، آهنگ های عموم انسانی همین اثر جاودانه شکسپیر را کشاده توانستند. و رومیو و جولیت بسیار موفقیت کلان پیدا کرد. ثانی بدتر اجرا کننده های نو پیدا شدند. سال 1953 یک دختره که جوان خیر نظر و از تئاتر قرغان تپه تکلیف شد و همراه وی باز میتلمن دور و دراز کار کرد و از یک هنرپیشه جوان بی تجربه باز اکتریس ساخت، تربیه کرد و در آینده از خیر نظر و یکی از هنرپیشه های زبردست و میدان پیدا شد. سال 1957 وقتی که تئاتر در مسکو بار دوم برآمد کرد، یعنی دهه صنعت تاجیک باز از نو برقرار شد و تئاتر یک چند سپکتاکل های نو نشان داد
این دفعه شاه لیر یعنی مرکبترین اثر شکسپیر نشان داد. شاه لیر در حقیقت بسیار اثر مرکب می باشد. نه هر یک تئاتر به گذاشتن این اثر مراجعت بکند. باز ترجمه لاهوتی و همبانو بسیار عالی جناب بود و اکنون اکتورهای ما بسیار به درجه بلند رسیدگی بودند. استادان گفتم ممکن است که کوه را تلقان میکنند و قاسموف در شاه لیر برآمد نموده و یک شاه کهنسال را تصویر کرده بود که عمرهای دراز، سالهای دراز و درباره حیات تصورات دیگر داشت. از آن به عدالتی هایی که در دنیا وجود داشته است به خبر بوده است. مفکورش تماما دیگر بود. اما وقتی که وی ملکش را به 3 دخترش تقسیم میکند و دختر خرده‌اش را ناشکری کرده گویان از مملکت خودش پیش میکند و 2 دختر کلانیش که آنها فریبگر بودند و صاحب ملک و دولت گشتند، انا بعد به سر پدری خود بسیار روزهای بدبختی را می آورند. خلاصه شاه لیر، قسمت شاه لیر بسیار فاجعه‌ای بود. مفکوره که وی داشت، جهانبینی که وی داشت، آیسته آیسته این جهانبینی تغییر می یابد. شاه لیر مجبور می شود که از دخترهای سنگدلش از دربار آنها بیرون برآید. در کوچه میمانند، در صحرا بی آب و بی منزل همراه مسخره بازش روزهای سخت را از سر میگذراند. قریب دیوانه می شود. گلچنبر را در سرش آویخته خود به خود کیمچه ها میگوید. من همین سیمای پیرمردی که جهان بینیش دیگر بود و اکنون جهان بینیش دیگر می شود و در آخری سپیکتاکل وقتی که دختر خرده‌اش برای نجات دادن وی پیدا می شود و وی را دشمن ها می کشند و در پیش جسدی وی مثل کودک زار و زریان تولا نموده بدبختی خودش را به خاطر آورده گریان سرخم میکند. شما نه لیر بلکه گویا که یک موی سفید، یک افسانه را میبینید که این پادشاه از سر گذراند و اکنون خاموش جان داده ایستاده است. خلاصه این یک سپیکتاکل نهایت برجسته، نهایت کلان بود. منقدهای مسکو گفتند که طرز صحنه گذاری اثر یک قدر اسلوب کهنه که گذاشته شده است. اگر اسلوبی امروزه را به نظر می گرفتن شاید لحظه ها، نمایش ها، پرده ها تیز عوض می یافتند و جریان رشته عملیات یگان دقیقه کنده نمی شد. این فکرهایشان، ارادهایشان دوست بود. لیکن صرف نظر از این دسته اجراگری نهایت بلند بود و در همه صحیفه های مطبوعات این هنر بلند اکتورهای تاجیک قد یافت. سالهای 50 تئاتر بسیار روزهای دشوار را از سر گذراند. سال 1941 یک گروه ختم کنندگان اینستی دولتی تئاتر مسکو و تئاتر به نام لاهوتی وارد گردیدند که بدتر در بین آنها قاسموف، شمس قیاموف، عبدالسلام رحیموف، حلیمه نصیب‌گولینا، ظاهر جان دوستمرد و یک چند اکتورهای دیگر با وی رسیدند و تئاتر قامت راست کرد. بعد سال 1961 باز یک گروه اکتورهای نو که استودیوی تاجیکی را در همین دانشکده دولتی تئاتری به نام لوناچارسکی ختم نمودند. همه آنها بعد 1 سال خدمت در تئاتر شهر خوجند و دوشنبه به تئاتر لاهوتی وارد گردیدند. خلاصه گفتم ممکن است که مستحکم شدن نسل ها، عوض شوی نسل ها در یک جریان، در جریان ریالیستی با وجود آمد. بین کهنه و نو جنجال بر نخواست، چون آنها همه یک جریان را ادامه می دادن. فقط نو آمدگان یک البته تراوت تازه را وارد کردن، یک جریانی اسلوبی اندک تازه را جاری کردن. خلاصه تئاتر آیسته آیسته قامت راست کرد و به غلبه های بزرگ
دسترس گزید. یک چند سپکتاکل های بسیار عجایب روی صحنه را پیدا شدند و یکی از مشهورترین سپکتاکل های سال 1971 این ازوب بود که از روی اثر مؤلف برزیلیا فیگیریدو در صحنه ما نشان داده شد و ازوب را محمود جان وایدوف یکی از ختم کنندگان من همین استودیوی تاجیکی مسکو که همان سالها بسیار خودش را نشان داده توانست هم در سپکتاکل های یک کسه و هم دیگر سپکتاکل ها و در همین نمایش وی بار اول образи دشوار مثالگوی را تصویر کرد که هر یک سخنی وی از جانب تماشابینان تاجیک با شوق و هوس شنیده می شد. وقتی که تئاتر با اثرهای کلاسیکی مراجعت می نمود هر سفر وی با مواد عجایب دسترس شده مراجعت نموده کوشش میکرد که یک سخنی تازه گوید. سال 1973 در شهر مسکو در تئاتر خوردی این پایتخت که قریب از 200 سال زیاد تاریخ دارد در همین بنای قدیم تئاتر به نام لاهوتی 6 سپکتاکل خود را نمایش داد و بعد به انجام رسیدن سفر ایجادی که قریب 15 روز طول کشید محاکمه سپکتاکل ها با وجود آمد و منعقد های مسکو همه‌شان با یک آواز درباره برتری های تئاتر فردیت های عجایب این هیئت ایجادی سخن راندند و گفتند که در بین همه اکتورهایی که در اینجا هنرنمایی نمودند یک نفر را ما همچون اکتوری که در تمام روی دنیا میتواند برآمد کند یعنی اکتور روی جهانی محمود وایدوف است درباره همون گپ زنیم. ما میگویند یک چند سپکتاکل های را دیدیم بسیار عجایب سپکتاکل ها لیکن گناهکاران بیگناهی که شما نشان دادید آخر این خیلی سپکتاکل تئاتر روز حتی آفریده نتوانسته است. این اثر زیاده از 100 سال بازد در صحنه روز رفته ایستاده است و هر سفر تئاترهای روز بسیارتر با آهنگهای رقت آور آن ملودراموی و اعتبار میتیند. تئاتر تاجیک شما از ملودراما دست کشیده است. تماما این سپکتاکلی گفتن ممکن است که نو آورانه می باشد لیکن نیزناموی شما را ما یکم بار در صحنه دیدیم. این خیلی نیزنامو را حالا روزها حتی با وجود نآوردین. نیزناموی شما این جوانی که از مخالفت های زمان از ضدیت های زمان ناکام گشته است و ناامید گشته است و خارزار گشته است و با دشواری ها حیات به سر میبرد. این خیلی نیزناموف نیه. نیزناموی شما نیزناموی تاجیک این یک اکتوری می باشد که استعداد دارد آرزو میکند که رول های کلان را بازی کند یعنی شکوفت. شما من همین خیلی توضیح را پیش بینی نمودید آخر این توضیح تماما نو است یعنی نوجویی شما ما را در حیرت گذاشت گفته قرصک زدم و در حقیقت این خدمت اکتور تاجیک محمود وایدوف در اجرای نقش نیزناموف این نو بود. نو باز یک چند چیزها را به ما تقدیم نمود. سال 1985 هاشم گدایف سپکتاکل شاه ادیب را در صحنه گذاشت و خودش رول شاه ادیب را بازی کرد. از این پیش مدیه نام اثر یوریپید را تئاتر در صحنه گذاشتگی بود. همین طور دراماتورگی 2500 سال پیش در عتیقه در یونان قدیم تولید یافته و صحنه تاجیک وارد گردید. یک وقت ها که میداند عصرهای سیوم تا سنه ما وقتی که
الکساندر مکدونسکی، اسکندر ذوالقرنین از همین جاها و طرفهای باختری شمالی افغانستان رهسپار گردیده بود. همون وقتها وی برای عسکرهای خودش، سربازانش، همین اثرهای اسخیل، صفاکل، یوریپید را نشان داده بود. حتی پلوتارخ میگوید که بار اسکندر از یونان، از افینا 3000 اکتور را طلب کرد. یعنی اثرهای فاجعه نویس های یونان قدیم 2500 سال پیش هم نشان داده شده بودند، لیکن اونها برای یونانی ها نشان داده شده بودند، سربازهای یونان. اکنون سال 1985 بعد از 2500 سال اکتورهای تاجیک به این میراث گنجینه یونان قدیم مراجعت کردند و ادیب در بسیار تئاترها گذاشته شده بود، لیکن تئاتر تاجیک هنگام در صحنه گذاشتن این اثر صفاکل چنان مهنت کرد، چنان هنرش را سفربر نمود که گفتن ممکن است که این سپکتاکل ما یک دنیای نو را برای تماشابین های تاجیک گشاده داد. یگان سپکتاکلی که تا این دم نشان داده می شدند این به این درجه موفقیت کلان پیدا نکرده است. آخر این اثر مرکب فاجعه یونان می باشد. آن در خصوص ادیپ نقل می کند که پادشاه یک مملکت فیو می باشد. در کشور یک بدبختی آمده است. همه مرده ایستادن، حیواناتم، آدمم، انسانم، همه چیز هلاک شده ایستاده است و نمیداند که پادشاه چطور، مردم نمیداند که چطور این بلا را از سرش خلاص کند، برطرف نماید و پیش ادیب آمده میگن که ادیب ما نجات ده، آخر چیکار کنیم؟ همه مرده ایستاده است، هیچ نماند، آخرین بچه ها هم مرده ایستادیم. و وقتی که ادیب با نزد خداها آدم میفرستد و آنها میگن که در بین شما قاتل هست، قاتل یابید، این بدبختی میگذرد. انا بعد ادیب برای جستجوی قاتل زور میزند، چنان راههای گوناگون پیش میگیرد، چنان مبارزه میبرد و از خودش بیخبر میماند. آخر قاتل وی بود است. یک وقتها در چهارراه وقتی که وی کودک خردسال بود و پدرش وی را به چوپانها داده بود که برده بدش پرتای تاند و وی را گرگای و شغالها خورند. چوپانها وی را به پادشاه دیگر که فرزند نداشته است به همان پادشاه دادند. وی کلان کرده است و ادیپ در وقت سفر در راه با همین عرابه پدرش دچار می آید و گپش هم می گریزند و وی نمیدانسته است که وی پدرش بود است و لای را می کشد. اکنون همین بدبختی به سرش آمد. چنان این سپکتاکل عجایب بود که تا رفت زد و خوردها اوج می گیرند، تا رفت تمام وجودی قهرمان اساسی ادیب را ضدیت ها پخش میکنند، مبارزه ها سخت میشوند و در آخر وی خودش که همان چوپانی که با دستش همین صغیره را به دشت برده ایستادگی بود همان را مییابد و یافته میآورند قریب که وی را جزا دهد، کشد. لیکن چوپان گپی حق میگوید که من در حقیقت شما خردسال بودید، دو روزه سه روزه بودید، من شما را با دست خودم به دست من همین چوپانی دیگر دادم و من شما خیلی زنده ماندید و انا اکنون کلان شدید و عجایبش که قسمت همین خیلی بوده است. انا بعد آن که وی باور کرد که خودش قاتل بوده است و همسرش این مادرش بوده است ایاکاستا، خوب ایاکاستا خودش دور به میآویزد، ادیب چشمانش کنده میگیرد و از کشورش برآمده می رود به دشت و بیابانهای بی آدم که در همان جاها من بردم تمام شوم، دیگر این خیل آدم در این کشور نماند. خلاصه من همین قسمت را از آغاز سپکتاکل تا آخر انجام یافتن آن اکتور همراه دیگر اجرا کننده ها، همراه
آفرندگان آرایش، موسیقی شهیدی، آرایش یوسفوف و دیگران چنان عجایب در صحنه گذاشت که فاجعه به اوج اعلا می رسد. وجدان انسان به زبان می آید و خود انسان خودش را جزا می دهد. یگان سپکتاکل اینقدر ترکش بلند پیدا نکردگی بود. من در نتیجه این سپکتاکل ما آوازه پیدا کرد، اجرا کننده اساسی صاحب جایزه دولتی گردید و سپکتاکل 2 بار در مسکو نشان داده شد و 2 بار هم منعقدهای مسکو برای این سپکتاکل تئاتر تاجیک بهای بلند دادن و گفتند که فاجعه یونان قدیم در مسکو کیها بازا نشان داده نمی شود. تاجیک ها آمده به ما یاد دادن که چکیل فاجعه یونان در صحنه گذاشتن در کار بوده است. ما یاد گرفتیم، ما از تاجیک ها سبق آموختیم و فهمیدیم که در تاجیکستان همین خیلی اکتوری برجسته فاجعه‌ای حیات به سر می برده است. ما قائل شدیم، سرخم میکنیم. خلاصه بسیار سخنهای نیک گفتن. من همینطور تئاتر ما بسیار روزهای عجایب را از سر گذراند. هم ممانعت ها را دید، هم دشواری ها را دید و هم پیش پا خورد، پیش رفت، با غلطید، با سر بلند کرد و تا الحال وی خدمت کرده ایستاده است. امروز گفتن ممکن است که تئاتر به نام لاهوتی از 80 گذشت، نزدیک 85 آمده ایستاده است. سال 2014 ما 85 سالگیش قید میکنیم. خب بعد از 15 سال بعد 100 سالگیش قید میکنیم. لیکن این افتخار صنعت ملی ما می باشد. تئاتر این صنعت نهایت عالی، صنعت بسیار زنده است. آخر نه در کینو، نه در صنعت تصویری، نه موسیقی، نه دیگر نمودهای دیگری صنعت شما آدمی زنده را از پس پرده میبینید. خب در صحنه آدمی زنده بی‌واسطه میبینید، با احساس و فکر و هیجان و اضطراب وی کاردار میباشد. وقتی که تئاتر با سپکتاکل عالی جناب خود شما را به وجد بیاورد، شما الکی ندانسته یک قدم پیش میگذارید. گفتم ممکن است که یک چند صحیفه درس سبق می آموزید. تئاتر این بسیار آموزگار عالی جناب می باشد. بسیار کسا کتاب خواندن را دوست نمی دارن، می گریزن از مغازه کتاب، می گویند که سرشان درد بکند، کتابخانه به حیران من. لیکن تئاتر این نه تنها جای استراحت بلکه یک مکتب، یک دنیای نو می باشد که چشم آدم را کشاده می دهد، احساس انسان را تربیت می کند و من گمان می کنم که تئاتر به نام لاهوتی حالا در آینده ما را باز با غلبه های نو حتما به وش آوردن می تواند. حالا در پیش بسیار وظیفه ها استادند. شکر ما امروز صاحب اکتیار، رژیسور می باشیم، رسام های خود می باشیم. البته آنها نسل تربیت دادن در کار. رژیسور های زور پیدا شوند، تشکیلاتچی های نسل پیدا شوند، اگر آنها می توانند اکتیارها را تربیت کنند، می توانند با درامانویسان کار کنند و اثرهای برجسته صحنوی ملی را با وجود آورند. کاری نمیشدگی نیست، همه چیز را به دست آوردن ممکن است. تنها برای این مستحکم کمر بسته زحمت کشیدن در کار. همه وقتی که زحمت نظم میکشید، این زحمت طولانه، زحمت دور و دراز نتیجه خوب بخشیده میتواند. پیشروی ها امروز هم مشاهده کرده میشوند، لیکن این پیشروی ها را در آینده دوچند زیاد کردن کار. مهمش دیگر چیست؟ مهمش این که ما الکی مکتب اکتوری تاجیک تأسیس دادیم، الکی مکتب کارگردانی ملی را به راه ماندیم، الکی دراماتورگی را به یک قالب درآوردیم. اکنون همه این را سیقل دادن نکار، همه این را باز عمیق‌تر کار کردن نکار
кадрҳои нав тарбия карда кор. Не ин ки дар Душанбе, балки дар дигар шаҳрҳо ҳам тайёр карда кор. Ё ин ки пешакӣ дар инҷо тайёр карда, спас боз барои хондан ба дигар таҷриба омӯхтан ба дигар шаҳрҳо фурсондан лозим. Чунки таҷрибаи дигар театрҳоро омӯхтан ин бисёр муҳим мебошад. Имрӯз театри рӯи дунё хело баланд тараққӣ кардааст. Дар тамоми мамлакатҳо, дар тамоми кишварҳо театрҳои бузург вуҷуд доранд ки баъза 300 сол, 200 сол, 400 сол умр доранд, дидаанд ва барои тамошобинони кишвари худашон як гуфтан ганҷина ҳисоб мешавад. онҳо ганҷина ҳисоб, ҳама дӯст медоранд. ҳатто вақтҳои охир театри кӯчагин пайдо шудааст ки дар кӯча ҳам нишон медиҳанд. шаклҳои театр гуногун буд. боз мо аз он ҷиҳат хушбахт ҳастем ки мо на ин ки ин театри аврупои шаклро аз худ кардему, ба роҳ мондему ва ба роҳ монда истодаем. охир мо соҳиби театри ҳазорсолаи шифоҳӣ суннатӣ мебошем. тадқиқотҳои чандин солаи мо бисёр натиҷаҳои хуб доданд. театр як шаклҳои гуногун дорад. театре ки дар байни мардум ба вуҷуд омадааст ва асрҳои зиёде вуҷуд дорад, ҳамин хел театр дар байни тоҷикҳо ҳам вуҷуд доштааст. шаклҳои аҷоиби он дар китоби дуҷилда театри суннатии тоҷикон, традитсиони театр таҷиков, ин асар ба забони русӣ таълиф ёфтааст. дар он ҷо гирд оварда шудаанд. аҷоибаш ин ки мо дар асрҳои гузашта ҳам ҳамин хел театр доштем. мисол театри рақс дар мо бисёр тараққӣ кардагӣ буд. ин театр асрҳои ҳафтум ҳаштум ҳатто дар Хитой шӯҳрат пайдо кард. беҳтарин раққоса ва раққосҳоро подшоҳон ва императорҳои Хитой тӯҳфа мекарданд. як рақси мо шербозӣ ба Хитой гузаштааст. аз Хитой ба Япон гузаштааст. японҳо ва хитойҳо мегӯянд ки ин моли мо нест, ин моли суудиҳо, бохтариҳо, яъне аз ҳамон осиёи марказӣ омадагию ва ҳамин хел чизҳо мо дорем. хуб ва онҳоро дар театри имрӯза истифода бурдан, дар он лаҳзаҳое ки мо рӯзҳои ҷашни ваҳдат ё ин ки чандсолагии истиқлолияти худ ё ин ки наврӯз дар майдонҳо, дар ҷоҳои серодам нишон медиҳем, истифода бурдан дар кор. хуб мо ҳатто соҳиби карнавал будем ки дар он ҷо ҳайкали Рустамро аз чӯб месохтанду фили ӯрою таҳминарою ҳамин нишон медоданд. бисёр аҷоиб. ман ҳамин хел чизҳоро истифода бурдан дар кор. ва ман гумон мекунам ки театри миллии мо дар оянда барои аз худ набудани анъанаҳои миллӣ ва барои истифода бурдани таҷрибаи пешқадами театри ҷаҳон ҳатман зӯр мезанад ва аз ӯҳдаи он баромада метавонад. дар бораи актёрҳои забардасти ин театр ният дорем як силсила ба шумо махсус барномаҳо созему нақл кунем. бинобар ман дар бораи актёрҳо устодор имрӯз кам сухан рондам, лекин дар вохӯриҳои оянда мо ҳатман дар бораи беҳтарин устодони саҳнаи нахустин театри тоҷик сухан хоҳем гуфт. таҷрибаи онҳо на ин ки барои кадрҳои имрӯза, ҷавонҳо, ҳатто тамошобинҳо ба фикрам мароқангез шавқовар хоҳад буд.